در حالی که روند اخراج مهاجرین افغان از پاکستان و ایران به سرعت ادامه دارد، کشور همسایه دیگری افغانستان، تاجیکستان نیز روند اخراج پناهجویان افغان را آغاز کرده است. شماری از مهاجران افغان در این کشور میگویند که حکومت تاجیکستان به تازگی شماری از افغانهایی را که در کمیساری عالی سازمان ملل UNHCR نیز ثبت بودند از این کشور اخراج کرده است. آنها ابراز نگرانی از این وضعیت از حکومت تاجیکستان می‌خواهند که با توجه به وضعیت کنونی حقوق بشری در افغانستان در تصمیم خود مبنی بر اخراج پناهجویان افغان تجدید نظر کند. در همین حال شماری از رسانه‌های تاجیکستان از جمله دریا به تازگی از اخراج اجباری ده‌ها پناهجوی افغان از این کشور خبر داده است. این رسانه در گزارشی به تاریخ 24 اپریل نوشته است که بیش از 40 مهاجر افغان در تاریخ 21 اپریل از شهر وحدت تاجیکستان اخراج و از طریق مرز شیرخان به افغانستان بازگردانده شده اند. در ادامه گزارش آمده است که در میان اخراج شدگان افزون بر رانندگان تاکسی، کسانی که مشاغل کوچک داشته‌اند یا خرید و دلایل صحی به بازار گلستان رفته بودند نیز شامل شده اند.